محمد جان جوان 23 ساله زاده تاجیکستان که در شرکت یاندکس لافکی در مسکو باعث غذارسان یا کوریر کار میکند یک طفل نوزاد را از دست یک مرد کودک دزد نجات داد. در این باره چند رسانه روسیه از جمله خبرگزاری ریگنوم و پایگاه خبری مش با نشر مصاحبه اختصاصی با این کوریر عادی از تاجیکستان که با شرافت جسارتش به قهرمان روس تبدیل یافت خبر دادند. بنا به خبرها حادثه روز 24 یولی سال 2024 در گذرگاه فرغانه در ناحیه ویخینا در جنوب غربی پایتخت روسیه روی داد. بنا به نقل محمد جان او هنگام کشاندن فرمایش‌های یاندکس لافکی وقتی که از نزد میدانچه بازی کودکان در گذرگاه فرغانه میگذشت مردی را دید که با یک زن کودکدار حمله آورده کودکش را از دستش کشیده گرفت و بدون یگان فکر به کمک آن زن شتافت و به تعقیب مرد کودکدوز پرداخت. این لحظه در دوربین ویدیو کامراهای نظارتی نیز افتاده است. در ثبت دیده می شود که یک مرد در درون باغ به زن کودکدار حمله آورده او را زده از پای می افتاند و کودکش را از دستش کشیده می گیرد. در ثبت همچنین کوریر سوار اسکوتر دیده می شود که با دیدن این حالت با شتاب اسکوتر پیاده شده مرد کودکدوز را تعقیب می کند. محمد جان در صحبتش با ژورنالیستان حادثه را چنین نقل کرد: من این مرد را پیش از این حادثه در نزد نقطه فرمایش‌های یاندکس دیده بودم که این سو آن سو میگشت. من فرمایش را گرفته برای بردن و رسانیدن آن برابر آمدم. ناگهان دیدم که این مرد به زن در افتاد. وقتی که او کودک زن را کشیده گرفت من از پسش دویدم. من میخواستم کودک را برگردانم چون که معلوم نبود که او کودک را کجا بردنی است. وقتی من تعقیبش کردم او کودک را به زمین پرتافته و گفت که مرا ببخشید، من دیگر این کارو نمیکنم. من اون مرد را دریاب کرده چند شت زدم. او افتید و من او را برای اون کودک 2 ضربه دیگر زدم. میخواستم دستگیرش کنم ولی او خلاص خورد و گریخت. من باشم کودک را گرفته به پیش مادرش رفتم. آنجا دختر کلانی اون زن هم بود. او به من تشکر گفت. ما تا اومدن ماشین یوری تاجیلی منتظر ایستادیم و سپس من از پس کارم رفتم. پلیس بعد چند مرد کودکدوز را دستگیر کرد. او الکساندر کریچنکو 27 ساله بوده. قبلا برای قلابی و به صدمه نقلیاتی که باعث آسیب وزنی به سلامتی شده است زندانی شده بود. معلوم شد که او به یک زن ناشناس حمله آورده طفل نوزاد سال تولدش 2024 را از دست این زن را بوده است. بنا به نتیجه تشخیص طبیبان بر اثر کودک را با شست به زمین پرتافتن کودک دزد طفل نوزاد آسیب کوسه‌خانه و مغز سر و همچنین از قسمت قفس سینه و اعضای دیگر بدن آسیب و جراحت برداشت. این پرونده را دادستانی شهر مسکو تحت نظارت گرفت. سراسر تفتیشات شهر مسکو خبر داد که در رابطه با این حادثه بر اساس قسم 2 ماده 126 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمربایی پرونده جنایتی گشودند. نفر متهم بازداشت شد ولی سراسر تفتیشات مسکو نام جوان تاجیک را که کودک را از دست کودک دزدان نجات داد ذکر نکرده او را تنها همچون شاهد حادثه نام برده است.